مسابقات فوتبال که بین 10 تیم از بخش‌های مختلف امنیتی ولایت غزنی که یک ماه قبل از طرف قماندانی امنی این ولایت برگزار شده بود، با پیروزی تیم ورزشی قماندانی امنی غزنی به پایان رسید. مسئولین ورزشی قماندانی امنی این ولایت هدف از راه‌اندازی این مسابقات را تشویق مجاهدین به ورزش و اتحاد و همبستگی بین جوانان می‌دانند. ولس چې مولدي چې دغه هدف دا اوسي مجاهدینو ترمنځ یووالی او اتحاد او په امن فضا کې دغه ترسره کوو. نو بدو خاطر باندې هدف هم دغه و. در همین حال مجاهدین اشتراک کننده با مفید دانستن ورزش برای صحت میگویند که راه اندازی مسابقات در اتحاد و اتفاق بین مجاهدین و همچنان مردم مفید می باشد. ورزش که از بسیار مفید به صحت آدم است. ورزش که از یک خیلی اساسی رول عمده داره. دیگه کوشش تقاضای مایی است از امارات اسلامی، از قماندانی ما میست که سال یک دفعه به ما میتونه زمینه را مساعد کنه. ورزش خودش به صحت خیلی فایده داره. با خصوص از این لحاظ ورزش نیت آدم در ورزش میتونه غریب باشه که بدن آدم قوی و منظم و از این خاطر باشه که به خاطر دفاع از وطن. این در حالی است که مسئولین ورزشی قماندانی امنی ولایت غزنی میگویند که در آینده نیز همچون مسابقات را بین مجاهدین و ورزشکاران همچنان راه اندازی خواهند کرد.